به نام خداوندی بخشنده‌ای مهربان. به نام خداوندی یکتا. سلام بچه های نازنین، خوبه؟ سلامتیتون خوب است؟ الحمدلله. انشاءالله که مثل همیشه خوب و خوش و سلامت باشید. اینجا رادیو مهر، صدای کودک. شهنازه هستم. امروز برایتون یک داستان زیبا آوردم که نام دارد خانه در میان برف. تیر ماه شروع شده بود. باران میبارید و باد هم میوزید. خرگوشی مایدهک قصه ای ما خسته بود و نزدیک بود که از خنکی یخ بزند. خیلی دلش میخواست مثل دیگر حیوانات خانه ای داشته باشد. به همین دلیل در جنگل به دنبال سرپناه و خانه ای میگشت. خرگوش کوچک در راه به درختی پیر رسید و خانه ای روی آن دید. در زد و بعد با صدای بلند گفت: کسی در خانه نیست؟ من به دنبال خانه میگردم. در همین لحظه در خانه باز شد و سنجاب کوچک از آن خانه به بیرون آمد. سنجاب کمی فکر کرد و بعد به خرگوش گفت: بیا در این درخت برای خودت خانه درست کن. با هم همسایه میشویم و مثل دو تا دوست با هم زندگی میکنیم. خرگوش حرف او را قبول کرد و با کمک پنجه ها و دندان هایش شروع به کندنی سوراخی داخل درخت کرد. در همین موقع ناگهان یک دسته زاغ پیش خرگوشی کوچک روی زمین نشستند و به خرگوش مایدهک حمله کردند و او را از آنجا فراری دادند. خرگوش با ناراحتی داخل جنگل به راهش ادامه داد. او فهمید که نمیتواند روی درخت زندگی کند و باید جای امنی را پیدا کند که دور از حیوانات دیگر و دشمنانش باشد. خرگوش رفت تا به خانه کوچک دیگری رسید. ایستاد و در زد. چون جواب نشنید پرسید: کسی خانه نیست؟ من به دنبال خانه میگردم. در همین وقت در خانه باز شد و یک خارپشت به بیرون آمد. خارپشت خرگوش کوچک را به خانه‌اش دعوت کرد. خانه‌اش گرم و راحت بود و داخل خانه نه صدای باد می آمد و نه باران. جای راحتی برای خوابیدن بود. گلیم‌ها و کرپچه‌های نرم هم داشت. خارپشت غذایی به خرگوش داد و گفت: در خانه من بیمان. ما می توانیم مثل دو تا برادر با هم زندگی کنیم. خرگوش دعوت خارپشت را قبول کرد و آنجا ماند. همه چیز خوب بود تا اینکه بعد از 3 روز یک روباه حیله‌گر پیدا شد. روباه در خانه خارپشت را شکست و به داخل خانه در آمد. خارپشت تا روباه را دید خودش را مثل یک توپ پر از تیغ جمع کرد. خرگوش بیچاره هم به سرعت زود از آنجا فرار کرد و دوباره داخل جنگل سرگردان شد. خرگوش قصه ما فهمیده بود که این خانه ها برایش اصلاً مناسب نیست و باید جای امن‌تر پیدا کند. خرگوش رفت تا در میان راه به یک غاری تاریکی رسید. به سنگ‌های اطراف غار زد و پرسید: کسی اینجا نیست؟ من به
دنبال خانه‌ای میگردم. در همان لحظه صدای او را به داخل غار دعوت کرد. صدای یک جغد بود بچه ها. جغد به خرگوش گفت پیش من بیمان. من تمام روز داخل غار میمانم. خرگوش پیشنهاد جغد را قبول کرد و پیش او ماند. بعد از 3 روز ناگهان خرس وارد غار شد. خرس فریاد میزد و با پنجه هایش دیوارها رو میخراشید. خرگوش و جغد از ترس خرس وحشی از غار به بیرون گریختند. این دفعه هم خرگوش کوچک فهمید که غار جای مناسبی برای زندگی کردن او نیست. او باید جای امن‌تری پیدا کند که دور از حیوانات وحشی باشد. خلاصه بچه ها، خرگوشی بیچاره تمام شب زیر باران راه می رفت. صبح که شد به سبززاری رسید که در کنار رودخانه خانه محکمی را دید. خرگوش میدهک در زد و پرسید کسی خانه نیست؟ با شنیدن صدای خرگوش موشی کوره به بیرون آمد و گفت داخل خانه من نیا، خانه من مناسبی تو نیست. بهتر است برای خودت خانه بسازی. خرگوش کوچک به حرف موشی کور گوش داد و برای خودش خانه میدهک ساخت و یک تیره‌ای درست کرد. مابین خانه یک قارچ کلان به جای میز گذاشت. چند تا صندلی هم از چوب درست کرد و اطراف میز گذاشت. خرگوش کوچک میخواست که خانه راحت داشته باشد. برای همین از عنکبوت خواست تا برای خانه اش یک پرده ببافد. موش صحرایی هم برای خانه اش گلیم قشنگ بافت. خرگوش با کمک دوستانش خانه محکم و قشنگ برای خودش درست کرد تا اینکه زمستان شروع شد. یک شب اینقدر برف بارید که دیگر خانه خرگوش دیده نمیشد. خرگوش میدهک یک روز صبح وقتی از خوابش بیدار شد دید که خانه‌اش زیر برف ها مانده است. او برای برآمدن و درآمدن به خانه‌اش کمی راه باز کرد و وقتی هم که از خانه‌اش به بیرون می‌برآمد همیشه ردی پایش را از بین می‌برد تا کسی نتواند خانه‌اش را پیدا کند. روزها می‌گذشت. خرگوش کوچک با خرسندی در خانه‌اش زندگی می‌کرد. صبح‌ها برای پیدا کردن غذا از خانه بیرون می‌رفت و شب‌ها برمیگشت. خرگوش میدهک به همین ترتیب تا بهار داخل خانه قشنگش دور از حیوانات وحشی زندگی کرد. بله عزیزکانم، این بود قصه امروزه ما. تا قصه های بعدی خدایا رو نگهدار. خدا حافظ.